امروز در سمرقند که میزبان پرزیدنتان کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای است، امامعلی رحمان و سی جین پین رئیس جمهوری‌های تاجیکستان و چین درباره همکاری‌های دوجانبه گفتگو کردند. جلسه سران کشورهای سازمان فردا 16 سپتامبر برپا می‌شود و امروز آنها مشغول گفتگوهای کاری بین خود هستند. از جمله نقشه کاری امروزه را کمی تحریر کردند و قرار است دوام روز ملاقات پرزیدنتان چین و روسیه سی جین پین و ولادیمیر پوتین برپا شود. در این ملاقات موضوع اوکراین و تایوان مطرح می شود. درباره روز اول کاری پرزیدنتان عضو سازمان همکاری‌های شانگهای پیش از برنامه صحبت داشتیم با خبرنگار تلویزیونی نستایش شوریم جیبک بگالیوا که برای پوشش خبر این جلسه در شهر سمرقند قرار دارد. جلسه سران کشورهای سازمان همکاری‌های شانگهای در شرایط متشنج شدن وضع در منطقه‌های سابق شوروی در سرحد ارمنستان و آذربایجان و هم تاجیکستان و قرقیزستان برپا می شود. از جیبک نخست پرسیدم که تا کجا این حادثه ها به فضای جلسه رهبران سایه افکنده است. دیروز هم نماینده روسیه پیشنهاد میانجیگی در حل بحران میان تاجیکستان را کرده بود. سلام خیرامون، насколько мне удалось уточнить. سلام خیرامون، من از سخنگوی پرزیدنت قرقیزستان صادر جباروف پرسیدم و او گفت که هیچ ملاقات با امامعلی رحمان در نظر گرفته نشده است. نقشه کاری آنها امروز خیلی وسیع است، ولی با گفته اش شاید فردا آنها توانند چشم به چشم واخورده در بخشی وسیع جلسه سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای با هم گفتگو کنند. در اصل این سوال است که نه تنها ژورنالیستان دو کشور بلکه مطبوعات دیگر هم می‌خواهد جواب آن را شنود. در این جلسه سمرقند قرار بود یک ملاقات جالب دیگر هم برپا شود. گپ درباره رهبران آذربایجان و ارمنستان است، ولی نخست وزیر ارمنستان نیکول پاشینیان به اینجا نآمد. سوال دیگرم از جیبک این بود که آیا در عموم وضع در مرز تاجیکستان و قرقیزستان به یک شکل در جلسه سازمان همکاری‌های شانگهای بررسی خواهد شد؟ یکی از ملاقات‌های مهم پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در اینجا در سمرقند با پرزیدنت چین بود. رهبر چین گفت که این کشور آماده است که حجم سودا را با تاجیکستان توسعه بخشد. از جمله چین به صادرات محصولات بلندصفت کشاورزی توجه داشته است و رهبر چین گفته است که در بخش رشد زیربنیادها و اقتصاد سبز آماده است همکاری‌ها را توسعه بخشند. جانب‌ها همچنین درباره مقاومت با تروریسم و امنیت منطقوی صحبت کردند. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان میگوید که رحمان تلاش کرده است توجه رهبر چین را به سهمگذاری در ادامه ساختمان نیروگاهی راغون جلب کند. ساختمان قطعه راه قلمه قلیخمب ونج روشان و هم راه ماشینگرد خاروخ قلمه یکی از مسائلی بود که سرش موافقه حاصل شده است. آنها اینچنین درباره افغانستان صحبت کردند و احتمال دارد که فردا در جلسه وسیع هم این موضوع از طرف رهبران مطرح شود. تشکر و این بود جیبک بگالی و خبرنگار تلویزیونی نستایش شوریم که با ما از روز اول جلسه سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در سمرقند صحبت میکرد.